سلام دوستای گلم، میریم برای ادامه اشکی چشش با خالهای سفیدی که گذاشتیم یکم محو میکنیم و قسمت پلکش هم با انگشت یه ذره محو میکنیم و تیرگی هامون رو جاگذاری میکنیم. جلو پلکش یه ذره روشن‌تر قسمت موجه ها، با رنگ بدن خطمو میذارم، محو میکنم و کم کم دیگه باید بریم درست کنیم جای موجه ها رو. جلوی اشکی یکم سفیدیاش کم شد، دوباره جاگذاری میکنم و داخل اشکی رو با رنگ قهوه‌ای تیره تر سایه های تیرگی هاشو میکشم. دیگه میریم شروع میکنیم برای گذاشتن نورهای پشت پلکش با گچ پاستل سفید مدادی. هر چند ردیف نوری که میبینیم و جاگذاری میکنیم و جاهایی که خیلی روشن‌تر هست با نقطه های بیشتر و خطوط ریز بیشتر همه رو سفید جاگذاری میکنم. برای سرعت بیشتر کار از گچ پاستل هم میتونیم استفاده کنیم.